اگر قلباشون مجتمع میشد دور چی؟ دور وفای به عهدی که باشون بسته شده، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشد، زور ما شک میرفت. امام زمان به شیخ مفید نوشته، یه بخششو نقل شد، میگه قال مولانا الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و آقامون مولامون امام زمان فرمود ولو ان اشیاعنا، و اگر به راستی شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، که خدا توفیقشون بده خدا رو خوب عبادت کنن، طاعت خدا کنن، بنده خدا باشن، چاکرگو این آقا اون آقا نباشن، علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر قلباشون مجتمع میشد دور چی؟ دور وفای به عهدی که باشون بسته شده. ما تجدید بیعت کنیم دیگه، عهد بندیم. میگم اگه قلباشون دور همین بسته چی میشد؟ لما تأخر عنهم الیمن بلقاءنا، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشد، زور ما شک میگرفت. سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشد، زور ما شک میگرفت. اینجا گفته اگه سنی‌ها، اینجا گفته اگه مسیحی‌ها، اینجا گفته اگه یهودی‌ها، اینجا گفته اگه کفار، اینجا گفته اگه غیر شیعه. نمیگم اینا بدن آدمای بدی، نه میگم فقط ماییم، اصلا دارم به خودم فقط فوش میدم، مشکل ماییم. میفرماد ولو ان اشیاعنا، شیعیان ما و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان میگشت، دیداری مشاهدتنا علی حق المعرفت و صدقها منهم بنا، بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما. واقعی الکی لاف بزنید، یه ما که تعدیلتون رو میخونیم، امامی ما میریم اینا کدوماش لاف الکیه. علت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما میرسد. میگه ما که آمار کاراتون رو داریم، بدونید کاراتون، پرونده هاتون که ما عرضه میشه ما میخونیم و ما توقع انجام این کارها رو از آنها نداریم. علت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما میرسد و ما توقع انجام این کارها رو از آنها نداریم.